برای من عمل کنه که برآورد پدرم خدمت کرده که برای یک لحظه نمیدید زنگ میزد. اگر هر وقتی که بعدی همه اومد اول به من زنگ میزد نمیبیایی. من اومدم چند پس میرسی اتصال میست فقط صحبتش پای یک کاری ایجادی بود یا نقشه نیست کار کردن نکنی. ولی جان دکترم یک انسان بسیار خوب، دوست بسیار صمیمی و در سمت کار یک شخصی فداکار بود. ولی جان سالهای طولانی از شروع از سالهای آغاز سالهای شدن در تلویزیون کار میکردم. در سالهایی که ما فعالیت میکنیم یگانه رژیسور کسبی بودم. لحظه های دشوار مرکب رو ما پس سر کردیم. همچون دوست رفیق، همچون یک آدم نزدیک بسیار بچه مهربان در همه معرکه‌هایی که ما می‌گذراندیم همه وقت ما اشتراک داشتیم. و ولی جان نظر با قید کنم که یگانه آدمی بود که اختصاص رژیسور تلویزیونی داشت و بسیار بچه سرمحصول بود، کنجکاو بود، نمایش‌های مؤلفی میکرد و در مسئله شناسایی کردن فرهنگ ما رو خدمت شایسته کرد. مکتب استاد تا روزه که شاگردانش هستم، مکتب استاد زنده، نامش زنده، یادش زنده است. بسیار شاگردا رو تربیت کردن که امروز برای پیشرفت فرهنگ صنعتی ما خدمت کرده است. همیشه برای ما مصلحت میدادن، همیشه یک مصلحتگر و یک راه نشانده ما بوده و هر کاری که میکردیم از استاد مصلحت میگرفتیم میپرسیدیم. به جهان مهر تو آورده مرا، دامن سبز تو پرورده مرا، آرزوهایت کلان کرده مرا، تو امید همه ارمان منی، پاچه جان منی، پاچه جان منی.